سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. همین الان از جمعه بازار پروانه برگشتیم. همونطور که بهتون گفتم جمعه بازار پروانه کنار موزه دفاع مقدس قرار گرفته و الان هم از جمعه بازار برگشتیم و همونطور که الان مشاهده میکنید اومدیم به موزه دفاع مقدس شهر تهران که دقیقاً توی پل طبیعت و کنار باغ کتاب قرار گرفته. اگر از ویدیوی جمعه بازار اومدید که هیچی، ولی اگر ویدیوی جمعه بازار پروانه رو ندیدید لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون قرار دادیم، میتونید برید از اونجا روش کلیک کنید و اون ویدیو رو ببینید. و این هم از موزه دفاع مقدس. این هواپیمایی رو که میبینید و این ماشین ها ماکت نیستن و در اصل واقعی هستن و از زمان جنگ باقی مونده و الان هم میبینید که داخل این موزه قرار گرفته. حالا اینا چیزی نیستن، جلوتر که بریم جت هست، تانک هست و ماشین های جنگی، ماشین های ضد گلوله که تا حالا توی عمرم ندیده بودم و زیاد هم در موردشون اطلاعات ندارم. ولی خب زیر هر کدوم از این وسایل ها یه تابلوی گذاشتن و در مورد اون وسیله توضیح دادن و من اونجا رو بهتون نشون میدم، میتونید مطالعه کنید و اطلاعات کافی رو به دست بیارید. قبل از هر چیزی هم ممنون میشم اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از بقیه ویدیوهایی که در طول هفته براتون میذاریم با خبر بشید. حتما نظرتون رو در مورد این ویدیو بهمون بگید که باعث رشد و پیشرفت کانال میشه. بریم برای ادامه ویدیو. خب رسیدیم به اولین تانک. فکر کنم این اولین تانک واقعیه که من دارم از نزدیک میبینم. این هم از توضیحاتش: ساخت کشور انگلستان، سلاح سازمانی ارتش جمهوری اسلامی، دارای توپ 120 میلیمتری با برد نهایی 22900 متر، یعنی توپش تا 22 کیلومتر پرتاب میشده. خیلی عجیبه واقعا. یه چیز دیگه ای که اینجا نوشته بود این بود که قابلیت دید در شب داره، ضد حریقه و قابلیت اینو داره که به صورت اتومات به سمت حریف شلیک بکنه و این خیلی باحال بود واقعا، شبیه بازی های کال آف دیوتی. این هم تانکه ولی با این فرق که یک سرنشین اون بالا داره و میتونه با اون مسلسل تیراندازی بکنه. بریم جلوتر ببینیم دیگه چی میبینیم. یه حالت تانک کوچولو هم اینجا من دیدم و تنها چیزی که ازش فهمیدم اینه که ریکاوری میکنه، تعمیر میکنه ماشینایی مثل همون تانکایی که الان عقب دیدیم و موقعی که خراب میشن با این ماشین مثل این که تعمیرشون میکنن. یه همچین چیزی رو من از این ماشین فهمیدم و مثل این که خودش هم البته تیراندازی میکنه. این هم نهایت سرعتش 50 کیلومتر بود. نمیدونم چرا این آقا سرعتشون کمه، فکر کنم بخاطر اینه، خب چون وزنشون بالاه و تیراندازی میکنه دیگه بیشتر از این واقعا امکانش نیست. مجسمه هایی هم که اینجا میبینید برای افرادی هستن که در زمان جنگ ایران و عراق شهید شدن و ایشون هم مهندس فرهاد خادم هستن. یه چیزی که من رو جذب کرد وصیت‌نامه این فرد بود که نوشته
مادرم، با اینکه میدانم ایمان داری که باید هر کس هست و نیست خود را برای آزادی و رهایی ایران بدهد، ولی اگر جز این بود و حتی تو کوشش میکردی تا مرا در خانه نگهداری، باز هم به جبهه میرفتم و برای وطنم میجنگیدم. خیلی چیز باحالی بود، گفتم براتون بخونم و شما هم ببینید که چقدر سربازهای سخت کوشی داشتیم در زمان جنگ و واقعا هم باید ازشون تشکر کرد. یه وسیله جنگی دیگه هم اینجا هست که توضیحات خاصی نداشت، ولی خب بکنم تنها دلیلی که توضیح خاصی نداره اینه که دیگه هر کسی اینو ببینه متوجه میشه که یه نفر اینجا میشینه و تیر میزنه دیگه، تنها کارش همینه دیگه. بریم دستکاری هم بکنیم. این تنها جایی بود که میتونستیم به این وسیله ها دست بزنیم، اینجوری میتونستیم حرکتش بدیم. خیلی خیلی سنگین بود، واقعا خیلی سنگین بود این وسیله و تمامش از آهنه. خیلی وسیله باحالیه و خیلی هم ترسناک و خطرناکه. بریم ببینیم توضیحاتش چیه و چه چیزی در موردش نوشته. توپ پدافند هوایی 4.5 میلیمتری 4 لول، برد نهایی 5000 متر، یعنی تا 5 کیلومتر میتونستید شما با این وسیله تیراندازی بکنید. خیلی خیلی باحاله. جلوتر که بریم 2 تا ماشین هست، بریم و از ماشین ها هم دیدن بکنیم. ماشین های خاصی نیست، همون ماشین های معمولیه که در زمان جنگ استفاده می شده. یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که تمام این وسایل هایی که الان دیدیم، مثل اون تانک، مثل اون پدافند و همه اینها، هیچ کدوم ساخت ایران نبودن. یکیش ساخت انگلستان بود، بعضی‌هاش هم ساخت کره شمالی بود. حالا نمیدونم دلیلش چیه، آیا اون زمان ایران نمیتونسته اینها رو بسازه، داستانش چیه، اینا رو دیگه من واقعا نمیدونم. این ماشینا هم که میبینید مال ایران نیستن، همونطور که میبینید تویوتا هستن. تویوتا نمیدونم مال کدوم کشور دقیقاً، ولی خب باز هم این ماشین ها ایرانی نیستن. دیگه داریم کم کم از موزه خارج میشیم. بریم ببینیم افراد بیرون از موزه دارن چیکار میکنن. قبل اینکه بیام داشتن ورزش میکردن، بریم ببینیم الان دارن چیکار میکنن. ماشین به سر مواد چیز نشید کارت بدیم بچه ها برسید گرم ها توپتو بیاد بیمه ورزشی هستی دیگه بیمه ورزشی یاره فعلا رو کوچه این یه خوشگلی در سر داریم دیگه